امروز کسایی که سریال سیل میکنه، کسی که فیلم سیل میکنه، روزی تو را الله قبول میکنه. اینجا میگه که غض بصر بکن، میگه ماه رمضان است، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه مبارک رمضان است. در این ماه، در شبهای ماه مبارک رمضان تنزل الملائکه والروح، در شبهای قدر ملائکه پایان میشه، جبریل امین پایان میشه. این ملائکه و جبریل امین برای الله چی پیام ببرکه؟ این مردم در شبهای رمضان سریال سیل میکنن. چیش میشه؟ الله برادر محترم، چشمت از نامحرم نگاه کن. در ماه مبارک رمضان تو ببین که الله میگه که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مؤمنا بگو که چشمایتان بپوشانین. کدام مؤمنایی گپ میگفت؟ در زمان صحابه کرام این آیت در مدینه منوره نازل شده. در مدینه منوره